سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دسونه اینجا در اپیزود دوم توپ جمع کنه خیس قراره که به همراه مهدی همراه شما باشیم. خب مهدی، همونطوری که حالا تو اپیزود قبلا با هم دیگه صحبت کردیم خیلی یعنی میدونستیم که داربی جالبی هم میشه این دل‌آمدان اینا دیشب و خیلی هم عجیب بود. یعنی من خودم حالتا فکر می‌کردم اینتر ببره واقعا، یعنی همون سری هم صحبت کردیم فکر می‌کردم که نتیجه اصلا چیز دیگه بشه ولی جذاب‌تر از چیزی شد که فکر می‌کردم. خودت هم گفتی که دربی کلا فرق داره، اینطوری نیستش که بشه از قبل پیش بینی کرد و فضاش فرق داره، چون طرفدارام برای اینتر بودن. اصلا یه تیکه من دیدم که باستونی داشت سعی می‌کرد که یه شوقی ایجاد کنه که هوا مثلا آخرای بازی بود، ولی میلان مثل همیشه اومد و یه بازی خیلی بسته‌ای که فقط روی ضد حمله ها و لحظه های خاص امید ببنده اومد جلو. مثلا حالا کلا ازت ببخشید نه خواهش نه من بیشتر حالا همین که میگی بازیو ببند و اینا، کلا با حالا سبک دفاعی کلا خیلی مشکلی ندارم. کلا خودم که دوست دارم دفاع کردن زیبا رو کلا دوست دارم که مدافعی یه دفاع خیلی خفنی انجام بده برای اندازه یه گل زیبا ارزشمند و قشنگه. ولی حالا از وقتی که کلا آلگری اومد از ابتدا یه هدایت یه تیمی رو قبول کرد، مثلا تیم‌های اصلی سری آ، من از میلان شروع شد اصلی‌ها دیگه، مخصوصا حالا همین امسال که دقیقاً میلان شروع شد، ولی همین امسال که قبول کرد یکم اصلا گفتم که ای بابا باز این آلگری اومد دوباره تو یه تیمی رو برداشت. چون مثلا خیلی دیشب هم نگاه می‌کردی بازیو، اصلا واقعا چون میگی ضد حمله ها من خیلی نمیدیدم که مثلا اصلا بتونن تا یه جایی جلوتر بیان و کلا خیلی نه بازی نه دفاع زیبایی میدیدیم، خیلی خوش شانس بودن و البته نمایش فوق‌العاده دروازه‌بانشون که این ضعف میلانه به نظر من که نتونه این دروازه‌بانو حفظ بکنه برای خودش. همش هم خبراش هست هر سال تو تابستون میخواد بره. این سری چلسی می‌خواستش یادمه ولی نگهش داشتن دیگه هر جور شده. اصلا قراردادش هم داره تموم میشه و مثل اینکه میگفت، من دیشب خوندم و یکی گفتم گزارشگر میگفت مثل اینکه میخواد بره یوونتوس و یوونتوس میخوادش و اینکه حالا قراردادشو نتونن هم تمدید بکنن که یه پولی هم حتی به میلان برسه که بتونن جایگزینش بکنن و این خیلی بده دیگه که نتونن این بازیکن نگه دارن. چون کلا هم دیشبم واقعا فقط سر همین پنالتی هم گرفت، یه هر کاری کردین گل نخورد. دقیقاً 3 تا تیرک زدین فکر می‌کنم مثلا. آره 3 تا تیرک بود. کلا هم بازی نیمه اول به خصوص دست اینتر بود. حتی نیمه دوم هم بجز بهتر بود اینتر. دقیقاً و ضعف از این دقیقاً این سمت هم فاجعه زومر بود. یعنی یک شوت تو روی ضد حمله داشتن که اون شوتو زدن و زومر خیلی راحت میتونست دراز بکشه توپو بگیره، اصلا اون برگشت توپش نرسه به پولیسیچ که اون توپو گل بکنه و خیلی عکس العمل بدی نشون داد و دقیقاً گل خورد. یعنی فرق دو تیم مخصوصا تو دروازه‌بانا بود، مثلا جای دیگه انقدر شانس آورد و کلا اون تیرک‌ها اتفاقایی که افتاد و مخصوصا پنالتی، صحنه پنالتی واقعا یکی از دراماتیک ترین اتفاقای بازی دربی بود و یه اتفاق خیلی عجیبی که افتاده بود دیشب. پنالتی هم یکم عجیب بود، یعنی من یادمه که یه حالی بود که 50-50 بود، یعنی من دیدم توی اینکه بگیره پنالتی یا باید پنالتی رو میگرفت خب یا باید بازیکن اخراج می‌کرد. آره، چون طبیعتا دو حالت داشت، چون بعد اگر تاک بود دیگه آره اصلا چون خیلی حرکت خشنی انجام داد، مچو لگد کرد، مثلا اینکه حالا بگی در جریان بازی هم نبوده مثلا با مش مثلا فکر کنم طرف بیاد سانت کنه اون بیاد با مش بزنه صورت اون اخراج میشه. اوکی پنالتی نمیگیره، حرکت خشنه، حرکت خیلی خشنیه که خب تو میگی این اتفاق میفته و بازیکن اخراج میشه یا پنالتی میگیرن. خب حالا داور تصمیم گرفت پنالتی بگیره و از همه مهمتر اون حرکتی که حالا الان بتونیم با هم ببینیم. ببین الان توی همین عکسی که داریم میبینیم مایک مانیان میبینید این سمت چپ هاکان رو خالی گذاشته و به نظرم چون میدونسته که هاکان همه پنالتی هاشو اون سمت بیشتر میزنه و این ور رو خالی گذاشت و دقیقاً عمدن این کار کرد که اون بزنه همون و بازی کرد انگار یه جورایی با مغز هاکان که انگار انداختش توی کلکلی به عنوان کسی که خیلی خوب پنالتی میزنه، به عنوان کسی که اونجا مخصوصا محکم ترین شوتا رو میزنه و همیشه گل میکنه. یه پنالتی خیلی بد زد، آروم زد، اصلا تقریبا محکم نبود، مثلا همیشهش نبود که میزنه کنج بالا یا موقع یا پایین هم میزنه، خیلی محکم میزنه. خیلی پنالتی بدی زد و این تحت فشار بودنش حالا به خاطر اون داستانه که هاکان کلا داره با میلان تیم سابقشه و این اتفاقایی که براش افتاد و پنالتی فوق العاده گرفت و اگر اون پنالتی گل میشد به نظر من در ادامه اینتر میتونست ببره، ولی خب دیگه اون پنالتی گل نشد
و اون اتفاقای عجیب افتاد. تیم اصلا روحیه‌اش ریخت، انگار کمتر حمله کرد بعد پنالتی دیگه. آره. میلان هم خیلی بیشتر دفاع کرد، یعنی دیگه کاملا فوکوس خیلی کرد. دیگه بستن بازی. آره. ولی خب ببین مثلا میگم اگر این تیم مثلا بگیم دفاع شاهکاری مثل مالدینی، نستا، یه مدافعی باشه که واقعا همه رو برگردونه. دیشب مدافعای میلان 2-3 تا لایه من حداقل دیدم که می‌خوردن. یا مثلا تیمی داشت دفاع می‌کرد دیگه علنا، یعنی فردی خیلی قابلیتی نداشت. به نظرم اینتر میتونست واقعا بزنه، یعنی چون فردی ضعیف بودن. و اینتر کیوو هم به نظر من خیلی خوب داره بازی میکنه. من تو این چند ساله بهترین تیمه فکر میکنم، یعنی خیلی از همه، یعنی خیلی قشنگتر بازی میکنه. بعد از مورینیو من فکر میکنم که جزو خوباست، یعنی جزو 2 تا مربی که اومد و قشنگ داره بازی میکنه. خوب بازی میکنه و حقش هم نبود دیشب هم میخوایم حالا بگیم اینجا به خاطر زومر بود که حالا اون اتفاق افتاد و ترکیب عجیبی که چیده بود گذاشتن آگوستو سمت راست خط دفاع که اصلا کلا گم بود و اصلا اتفاقای عجیبی از اون سمت میافتاد و اصلا خوب بازی نکرد. آگوستو اون سمت اصلا جواب نداد و خرید کسی که خریده لوئیز انریکه خریده بودن به عنوان ذخیره دومفرایز که الان مصدومه و بعد الان ذخیره آگوستو اصلا از چپ آوردن اونو گذاشتن اونجا. خب این یه ضعف خیلی شدیده برای بیشتر ضعف مدیریتی داره اینتر دیگه. مثلا خود گلرم حالا زومر پارسال خیلی خوب بود، یعنی بازی با بارسا که کاملا داشت نشون میداد دقیقاً مثل همین بازی که مانیان در آورد، ولی امسال خیلی افت کرده و اینتر معمولا تو سالایی که گلرش افت میکنه یکم علاوه دفاعی دچار مشکل میشه. مثلا خود اونانا هم یادت باشه اگر دفاع اینتر اونقدر خوب نبود نه. اصلا نمیتونست کارو حتی منچستر هم انقدر گول نمیخورد که بیاد اون هزینه رو بکنه برای اونانا. ولی خب به خاطر دفاع اینتر بود که شاید هندانویچ جاش خالیه دیگه، هنوزم نشده. و یه چیز خیلی باحالی که حالا دیشب خیلی اتفاقی عجیبی که مثلا آدم میبینه این بود که هاکان فصل قبل دقیقه 74م تو همین قسمت ورزشگاه شمالی، قسمت شمالی ورزشگاه جلوی ناپولی که حریف مستقیم اینتر بود پنالتی از دست داد و کلا همون یه پنالتی رو از دست داد. این دومیش همینجا دقیقه 74 و دیشب هم دقیقه 74 همونجا جلوی حریف مستقیم پنالتی. کلا توی اینتر اینجوری بوده یا کلا اصلا پنالتی از دست نداده؟ یعنی خیلی کم از دست میاد. این اخیراً که خیلی پنالتی خوبی زده این اتفاق افتاد که واقعا چیز عجیبه، یعنی خیلی یه اتفاق دراماتیکه که اینجا. ولی خب بازم میلان به نسبت مهره‌هاش من حس می‌کنم بد نبود، یعنی همیشه جلوی اینتر به خصوص اون لیگ قهرمانان که فکر کنم 3 سال پیش بود برام خورده بودن دیگه، خیلی ضعیف بود جلوی اینتر، یعنی هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم که پارسالش. آره ولی مثلا حداقل توی دفاع کردن بهتر عمل کردن، یعنی اون دوره‌ای که حالا مثلا قهرمان لیگ هم شده بودن و تیم نسبتا آماده‌ای داشتن اصلا تو جریان بازی کاملا محو بودن. معمولا که خب اینتر این سال‌های اخیر بهتر بوده از میلان توی آره. بعد به نظر حالا این سبکی که آلگری هم حالا من نمیدونم، حالا ممکنه که این اتفاق نیفته ولی پیش بینی من حسم اینه متوجه به این چیزایی که از آلگری دیدم و تیم مخصوصا سابقش یوونتوس هم که دقیقاً همین سبک بازی می‌کرد و اصلا خوب بازی هم نمی‌کرد و کلا نمیتونست. من حس می‌کنم که این آخر عاقبت نداره این سبک بازی و حس می‌کنم به قهرمانی نمیرسه حداقل. این مدلی 4 تا باشه توی حسم یه نتیجه‌ای بگیره ولی به اون لولی که باید فکر نمی‌کنم. نه به نظر من نمیرسه. مرسی که تا اینجای برنامه با مایید. حتما توپ جمع کنه خیس رو سابسکرایب کنید و با ما باشید تا ما هم با شما باشیم و دلگرم بشیم. مهدی حالا تو این بازیایی که تو این هفته یعنی تو سطح اروپا برگزار شد، بازی بارسا بیلبائو فکر کنم مثلا جزو خیلی مهم، حداقل تو لالیگا مهمترین بازی بودش که برگزار شد. حالا یکی تو ایتالیا بود، 2 تا هم تو انگلیس، ولی شاید مهمترین بازی برای لالیگا همین بازی بارسا و بیلبائو بود، چون بارسا برمیگشت به نیوکمپ برای مثلا بعد از 2 سال فکر میکنم و همه تیم هم برگشته بودن. خیلی اتفاق عجیبی بود، انگار بارسا دوباره از اول داره فصل شروع میکنه، چون خیلی مصدوم داشت و برنامه ریزی نشده بود برای فصل. تقریبا مهره‌های نیمکت نشین اون جواب نمیدادن. خب همون مشکلی داره که خب اینتر هم گفتیم راجبش دیگه، یعنی مدیریت نمیتونه اون بازیکنایی که مربی لازم داره رو براش تهیه بکنه. الان مثلا به شکلی شده که یه گلر وقتی برمیگره توی بارسا کلین شیت میکنه، در صورتی که مثلا توی این چند بازی آخر از هر تیمی 3-4 تا گل میخورد قشنگ. و برگشت بازیکن‌ها خب خیلی تاثیر داشت. خود فضای نیوکمپ، گل زدن تو دقیقه 4 که خیلی زود بود و شاید هم لواندوفسکی رو یکم دوباره زنده کرده این فضای جدید باشگاه، چون تقریبا تو همه بازی ملی و باشگاهش داره گل میزنه. هم لامین بعد از اون رابطه‌ای که داشت و کات کرد اصلا
متحول شده، ریتای این یه آماری بالاتر. هم راجع به این خوندم که خیلی جالب بود که از وقتی که مثلا که جدا شده و کات کرده دوباره برگشته و اصلا ریتاش بالای 8 همیشه حداقل یه پاس گل داده و تاثیرگذاره تو زمین، چون مثلا یه مدتی دریبل هم نمیتونست بزنه. خیلی هم عجیبه که انقدر روی کارش تاثیر داره رابطش. خب البته چون جوونه، خیلی جوونه، الان فکر کنم 18 سالشه تقریبا. خیلی و خیلی هم خیلی جوونه و این اون حجمه ای که الکی این بررسی این اخباری که انقدر دور و برش، حالا همه بازیکن‌ها بالاخره دوست دختر دارن، رابطه دارن اینا، ولی اینو خیلی بیشتر روش زوم کردن چون خودش هم حالا بالاخره. البته خب مندز هم اومد یه ذره جمع کرد قضیه رو، مدیر برنامه‌اش، چون خیلی با تجربه است، خیلی سریع با لاپورتا تونستن این قضیه رو هندل کنن و تو این بازی هم میگی که خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ولی خب نکته اصلی بود که با نبود دوتا هافبک اصلی بارسا، یعنی پدری و دیون، خیلی حس میکنم خوب تونستن بازی رو بچرخونن و همین باعث شد که خط هافبک دوباره راه بیفته و با حضور رافینیا یکم پرسمون بهتر شد. نیکو خیلی فکر میکنم اذیت شد این بازی که خیلی اذیت کرد بارسا. نیوکمپ اصلا تازه اینجا میفهمیم که چقدر ورزشگاه نیوکمپ تاثیرگذاره، چقدر این اتمسفر و این فضا وحشتناک و ترسناک برای تیم‌های حریفشون. حالا در مجموع بیلبائو حالا نمیگیم خیلی تیم خفن و بزرگیه، ولی بالاخره تیم خوبیه. همین نیکو این اتفاقی که براش افتاد اصلا خیلی انقدر هوش کردن چون زودم تعویض شد دقیقاً، اصلا نمره خیلی ضعیفی رو گرفته و اصلا نشون میده که چقدر ورزشگاه تاثیر داره هم تو بازی بارسا که دوباره برگرده اون ترسناکی اصلی خودش رو با حمایت هوادارش داشته، هم تو جو طرفدارا هستن، چون طرفدارا توی اون یکی ورزشگاه مونتجویک تقریبا صدایی نمی اومد، یعنی انگار مثلا یه سینما اومده بودن داشتن تو سکوت بازی رو میدیدن، در واقع انگار استادیوم نداشت بارسا، صرفا طرفدارای حریف بیشتر نبودن. ولی الان خب این تغییر اتفاق افتاده. یه نکته دیگه ای که بازی داشت راجع به گلرها بود. خب گلر اصلی تیم ملی اسپانیا با اینکه خب خیلی گزینه‌های دیگه‌ای هم هست، هم رایای آرسنال هست، هم گارسیای بارسا هست، الان سیمونه، اونای سیمون که دروازه‌بان بیلبائو بود و خیلی بد بازی کرد، یعنی هم گلی که لوا خورد خوب نبود، 4 تا گل هم خورده و بد خورد، یعنی باز اگه مثلا تک به تک بود همش یه توپایی بودش که میشد واقعا گرفتش، هم توپی که فران زد گل اول فران، هم گل لوا جفتشو بد خورد. از اون ور گارسیا خب آماده نشون داد، پشت دفاع رو جمع میکرد و همه اینجوری بودن که چرا دعوت نمیشن اصلا به تیم ملی، حتی دعوت هم نمیکنه. و این دروازه‌بان بیلبائو دروازه‌بان که خیلی وقته، فکر کنم 4-5 ساله که هست، شاید سر همینه که عوضش نمیکنه، یه نتیجه‌ای باهاش گرفته، فکر میکنه که راحت‌تر و با تجربه تره توی دروازه. خب چون اسپانیا به جز حالا این دو تا دروازه‌بان فکر کنم رایا هم هست دیگه، چون داوید رایا آرسنال هم خیلی دروازه‌بان. اصلا یه مصاحبه دیدم که کورتوا بهترین دروازه‌بان جهان میدونستش بعد خودش، یعنی توی رده که کرد، حالا آلیسون بود و رایا بود و گلر سوم یادم نیست کیو نام برد، ولی رایا رو خیلی سطح بالا میدونست و فکر می‌کرد که خیلی دروازه‌بان منحصر به فرد، چون واقعا دروازه‌بان خیلی خوبی هم هست و به نظرم این که حتی دعوت هم نشه، یعنی دعوت رایا رو حداقل اونو دعوت نشه، دروازه‌بان بیلبائو اونقدر در حدی نیست که با این نمایشی که میگه از اون یک باشه، با این همه در گلری که حتی دخیا ندارم تو که فیورنتینا بهتر از اونه. دخیا هم آماده است، ولی خب دیگه چون دورش گذشته دیگه باید گلرای جدیدتری رو بیاره. حالا گارسیا جوون هم هست، فکر می‌کنم بودنش بتونه هم برای بارسا بهتر باشه، چون اینکه ملی پوش باشی ناخودآگاه باعث میشه که سطحت بالاتر بره، اعتماد به نفست، روحیت، و هم برای اسپانیا، یعنی فکر می‌کنم برای جفتشون بتونه مفید باشه، حالا چه ثابت باشه چه حتی رو نیمکت باشه، به نظرم براش خوب. ولی همین ورزشگاه حالا نیوکمپ چیز خیلی جالب و حسی که داشتش به عنوان هوادار فوتبال داشتم میدیدم این بود که لامین یامال خیلی جوون قبل از این بازی خیلی فکر کنم بچه بود تو نیوکمپ، بچه‌تر از این بود، دیگه 16 سالگیش بود دیگه، اولین بازیاش بود دیگه. فصل در واقع جاوی آخر یه فصلی بازیش داد و اولین فصلی از اول وارد در واقع تیم شد و حضور داشت توی نیوکمپ بود و بعدش دیگه اصلا نیوکمپ رو ندیده بود. دقیقاً. و خودش گفت چقدر مدیون ژاوی بارسا حضور همچین ستاره‌ای که توی نیوکمپ اون سن بازیش بدی و حالا الان توی این سن الانش تو این فرمش به عنوان فوق ستاره‌ای که من خودم به عنوان کسی که حالا بارسایی هم نیست آرزو می‌کنم که یامال همیشه باشه، چون ببین انقدر جوونه، مثلا 10 فصل 10 سال دیگه میشه مثلا
28 سالشه، یعنی سالشه. 10 فصل دیگه باشه و خیلی جا 5 6 داره. فصل هم بعد اونجا داره، یعنی قشنگ 15 16 فصل میتونه فوتبال جذابی ارائه بده و همین که دریبل میزنه و تکنیکی هم به نظرم خیلی باعث جذاب شدن بازی‌ها میشه. و امیدوارم که دقیقاً همینجوری ازش حمایت بشه، از حاشیه‌ها دور باشه و همچنان همیشه لذت ببریم ازش. منم خب مهدی، این بازی آرسنال و تاتنهام عجب بازی بود. خیلی و دیگه آرسنال فکر کنم ثابت کرد که امسال اومده برای قهرمانی دیگه. واقعا بعد از این همه سالی که تا لب قهرمانی هم میرفت ولی با 1-2 امتیاز از دستش میداد، امسال دیگه انقدر فاصله انداخته که فکر کنم با یه سبک خیلی منطقی اگه جلو بره توی لیگ و مصدوم زیاد نده خیلی راحت بتونه. تازه همین الان هم 2 تا بازیکن اصلیشون اودگارد و گابریل هم که 2 تا ستاره تیمن مصدومن و با این مصدومیت‌ها تا اینجا اومده و میگم به قول تو این همه فصله که این میخواد قهرمان شه، لحظه آخر از دست میده و کما اینکه اون سالی که لستر هم یادم قهرمان شد، آرسنال میخواست قهرمان شه. جایی بود که حالا لستر خیلی عجیب پس اومد اونجوری سالش بود دیگه، همه بازیکن‌ها جمع شده بودن اتفاقی اونجا. خود کانته چقدر تاثیرگذار بود. آره. ولی خب آرسنال امسال من فکر می‌کنم هم 2 تا تیم خوب داره، یعنی هم نیمکتش هم خیلی اختلاف نداره با تیم اصلیش و همین مثلا باعث میشه که اگه گابریل نباشه بتونه نتیجه بگیره. البته خب این بازی به نظرم بیشتر دلیل اصلیش خود ایزه بود که انقدر راحت آرسنال بود، گلای خیلی خوبی زد. بچه اتفاق دراماتیک جالبی هم افتاد که توماس فرانک مربی تاتنهام مثلا که حالا اینا کلا ایزه رو می‌خواستن دیگه قبل اینکه آرسنال امسال بخرتش، تاتنهام خیلی درگیر بود که بیارتش تو تیم خودشون و هایجک کردن ایزه رو، چون ایزه مثلا که دوست داشت بیاد آرسنال بشه طبیعی. از بچگیش اصلا آرسنالی بود دیگه، عکس هم اومده بود که لباس آرسنال اومد و هایجکش کردن و حالا دقیقاً کسی که می‌خواستنش تو کنفرانس قبل بازی توماس فرانک گفته بود که اصلا ایزه کیه و نمیشناسمش و دقیقاً ایزه اومد این فرم رو وحشتناک دیگه هیچ وقت یادش نره دیگه هتریک زیبا، این گلای یک که قشنگ‌تر. کلا ایزه حس می‌کنم یکی از اون نقاطیه که آرسنال نداشتش، یعنی یه بازیکن شوت زنی که بتونه، مثلا من یادمه که از زمان روسیچکی که خیلی این کارو میکرد و خیلی علاوه شوت زنی کمک میکرد دیگه، فقط یه دونه ژاکا بود یه مدت که اونم تو این لول نبود، چه علاوه خلاقیت چه دقیقاً شما 10 اینجوری پشت مهاجم که هم خیلی خوب دریبل بزنه، چون خیلی گنده نیست، یعنی تو فیفا هم وقتی باش بازی میکنی دریبلش خیلی بالا، فیزیکش کم، حالا میتونه تو فیفا حالا فیزیکش بالاتر باشه، ولی در کل خیلی بازیکن فیزیک داری نیست به اون سیاه پوست، ولی خب خیلی تو اون پست ولی کافیه، یعنی فیزیکش خیلی پایین نیست برای اون پستی که هست. دقیقاً و هتریک جالبی کرد که تا ابد یادشون بمونه طرفدار. و اینکه خب مثلا گلا هم هیچ کدوم از کورنر نبود، برای کورنر یا حتی ضربه ایستگاهی، یعنی از رو ارسالا نبود، چه آرسنال چه تاتنهام، چون جفتشون اکثر گلایی که زده بودن از این طریق بود. این هم یکی از نکته‌های جالب بود که همش توی جریان بازی داشت گل زده میشد. و خب یه نکته خیلی خوبه این هفته، یعنی خیلی جالبه این هفته، اینه که منسیتی هم باخت. به نیوکاسل. اولین باری هم بودش که پپ داشت به اون مربی میباخت ها دیگه. حتی لیورپول هم باخت. به لیورپول که دیگه اصلا اون که هست شد، حتی سیتی که فهم می‌کنیم و چلسی تنها یعنی نزدیکترین تیم به آرسنال با 6 امتیاز اختلاف، حالا تا اونجا اومده. من حس می‌کنم حالا چلسی اونقدر که نتونه حالا چالش برای آرسنال باشه، یعنی بهترین فرصت برای آرسنال بعد این همه مدت قهرمان شه. به نظر من حتی لیگ قهرمانان هم میتونه رها کنه تا یه حد زیادی، فعلا قهرمان لیگو دوباره که اون طلسمه بشکنه بعد بره سراغ لیگ. خب چون لیگ قهرمانان یه چیزی که تا حالا هم همیشه توش تا آخرین لحظه اومدن والا، مثل همین قضیه لیگی که این چند سال پیش اومده، ولی خب لیگ قهرمانان 20 سال بگذره دقیقاً برای آرسنال که اون طلسمه در واقع رهایی پیدا کنه بعد از اون جام طلایی گرفتن، دوباره قهرمان شدن. و میگم چلسی فکر نکنم حالا اونقدر چالشی براشون باشه، همین فرم رو آرسنال بتونه ادامه بده. به نظرم من فکر می‌کنم امسال قهرمان آرسنال باشه، مگه اینکه مصونیت واقعا خیلی زیاد بتونه اذیتشون کنه. الان که حالا داشتم راجع به آرسنال هم باهات صحبت می‌کردم، داشتیم خیلی بهتره که داشتم فکر می‌کردم خیلی بهتره بریم سراغ مهمترین بازی این هفته که الان پیش رومونه و لیگ قهرمانان آرسنال و بایرن. عجب بازی، یعنی دیگه جفتشون آماده ترین حالت ممکنن دیگه. آرسنال که فکر کنم اصلا تو لیگ قهرمانان گل نخورده، بایرن هم که اصلا فکر کنم روی باخت نیده امسال، خیلی رو فرم و هری کین هم داره
هر بازی گل میزنه. فکر می‌کنم مثلا هری کین انقدر آماده باشه که امباپه هم رد کنه توی حالا اون رقابتی که برای کفش طلا هست و اینا. برای همین بازی سختیه، چون آرسنال از یه طرف خب بهترین تقریبا خط دفاع اروپا رو داره و از اونور بایرن شاید بشه گفت جزو 2 تا برتر خط حمله خیلی فوق العاده است و اصلا حالا در کل حالا مهم اینه که جنگ مربی‌ها رو تو این بازی به نظر من آرتتا میتونه ببره. مربی بهتری حس می‌کنم از کمپانی یعنی خودش ثابت نکرده، چون فقط داره با تیم‌های آلمانی خب بیشتر خوب تو لیگ آلمان. تو لیگ قهرمانان البته خب بردن پی اس جی یه چیزی بودش که یکم به نظرم ثابتش کرد، یعنی امسال انگار یه تغییر کرده تیمه. حالا گرچه پی اس جی هم مصدوم داره، یکم تیمش بستگی داره به اینکه همه باشن اینا، ولی مثلا بارسا رو خیلی راحت برد پی اس جی با وجود مصدوماش و اینکه بایرن تونست 10 نفره ببرتش. خب نکته جالبی بود امسال، یعنی خیلی به نظر میتونه که خودش رو ثابت کنه که چون من با یه سری هواداران بایرن هم حرفی زدم کلا خیلی با این مربیشون حال نمیکنن، با مدت حال نمیکنن. آره حالا ما از قسمت‌های بعدی یه بخشی رو اضافه میکنیم مثل توپ جمع کن که هر هفته یه توپ جمع کنه طرفدار اون تیمو میاریم و راجع به تخصصی راجع به اون تیم باهاش صحبت میکنیم. ولی حالا با اون دوست بایرنیم که صحبت میکردم اونم خیلی با کمپانی حال نمیکرد، ولی خب به این بازی خیلی بازی خاصی از اون جهت که بایرن به قول گربه سیاه آرسنال چون گربه سیاه آرسناله و میبرتش معمولا. حالا آرسنال هم میتونه خیلی با بردن بایرن میتونه خیلی خودشون به عنوان تیم که زنگ خطر رو برای بقیه تیم‌ها و یه جورایی بشه اصلا مدعی قهرمانی چمپیونز، چون اگه بتونه بایرن رو ببره خب دیگه گربه سیاه خودش هم هست. چون ببین نهایت حس می‌کنم آرسنال با تیم‌های اسپانیایی راحت‌تر میبره معمولا. رئالو که خیلی پنیروار میبره همیشه از قدیم تا الان، من مثلا این فصل قبل فکر کنم اتلتیکو هم برده بود. اتلتیکو رو که همین هفته پیش فکر کنم 3-4 تا بهش زدن و در نهایت میگم تیمیه که با بایرن شاید به مشکل بخوره، ولی حس میکنم اگر و مخصوصا این ویکتور مهاجم اون دوره که گربه سیاهش بود مثلا یه اتفاقی که بود هم آرسنال خیلی افت کرده بود هم بایرن خیلی اوج گرفته بود. شاید خب الان شرایط اصلا متفاوت باشه و نتیجه اصلا چیزی نشه که مثلا به نسبت تصور همه از بازی آرسنال بایرن. دقیقاً ویکتور اگه برسه خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره و اودگارد. گابریل فکر نکنم برسه، نه چون مسئولیت شدیدتر از این حرف است. کنم بازی ملی یکم آسیب میزنه دیگه. حالا دفعه پیشم توی اپیزود قبلم صحبت کردیم. ببین حالا انقدر خط دفاع آرسنال هم خوبه که دیدی که آنری و دروگبا این هفته با هم یه شرطی بستن، اگه دیدی شرط بستن که اگر یه رکوردی وجود داره تو لیگ انگلیس که 15 مال مورینیو بود، مال چلسی، دست چلسی مورینیو و گفته اگر اونو بشکونه آرسنال یعنی اون رکورد رو بزنه کمتر گل بخوره از این تیم، قراره که دروگبا لباس 14 آنریو بپوشه و کلاه آرسنال رو بذاره سرش. شرط جالبیه که یعنی میخوام بگم چقدر خط دفاع آرسنال جالب و قویه که این شرط رو بستن با هم دیگه. و حالا امشب که حالا یعنی تو این بازی که در نظر داریم میبینیم بازی آرسنال و بایرن خیلی از این نظر خفنه که هم کمپانی و بایرن میخوان خودشون رو ثابت کنن، هم از این یه خط دفاع فوق العاده و تیم عجیب آرسنال امسال رو میبینیم و این بهترین بازی. حتی من فکر میکنم که یکم بایرن هم دفاعی تر بازی بکنه، یعنی خیلی بی مهابان هم. حالا باز باید ببینیم. من حس میکنم بازی مساوی میشه. من حس میکنم ممکنه بازی اونقدری که ما فکر میکنیم جذاب نباشه. ببین من حالا به شخص برای من حالا بازی آرسنال و بایرن که مهمترین بازیه از دیده هوادار فوتبال، ولی از دیده هوادار اینتر به نظر برای من که خیلی این هفته ترسناک و مهمیه با توجه به همین بازی دربی هم که اتفاق افتاد. پیش بینی شخصی من از این بازی حس می‌کنم که میتونه اینجوری، چون رتبه ها خیلی برای من مهم نیست، چون اینتر سومه و اتلتیکو 17 دو تا باخت داشته تو چمپیونز لیگ و خیلی با جلو آرسنال تأخیر شده، ولی در نهایت اتلتیکو خیلی تیم قوی، هممون میدونیم خیلی تیم سفتیه و واقعا متنفرن. هیچ وقت راحت نباخته دیگه، هیچ وقت. و مربیشون که حالا یه اینتریستای قدیمیه در نهایت سیمئونه که من خیلی دوستش دارم، ولی خب در نهایت انقدر سفتن و 2 سال پیش هم اینتر رو حذف کردن تو چمپیونز لیگ با اون اتفاقات که اون گلای عجیبی که
آرناتوویچ نزد، هم رفتن برگشت، خیلی عجیب بود اون اتفاقی که رقم زد 2 فصل پیش و باعث شد که ما رو حذف کردن. ولی از طرفی هم چون چیوو ببخشید چون چیوو این 4 تا بازی اولی که کرد جلو تیمایی بود که اونقدر قوی نبود. حالا میگم تیم اول بلژیک بود، حالا یه تیم قزاق بود، بقیه تیما اونقدی نمیتونیم بگیم که خیلی اولین بازی نه اصلا همینم باز خیلی ارزشمند بود دیگه، چون مثلا بارسا بود جلوی کلوب بروژ مثلا امتیاز داد، یعنی همین که تونسته بازی آسونش هم راحت ببره نشون میده که تیمش آماده است. ولی خب تو بازی بزرگ یکم امسال توی نتیجه مشکل داشته، یعنی خوب بازی کرده اینجوری نبوده که. و این اولین بازی مهممونه جلو اتلتیکو توی چمپیونز لیگ. ولی حس میکنم کلا این اینتر، این نسل این اینتری که وجود داره یه اعتماد به نفس خوب، یه قدرتی توی چمپیونز لیگ داره که چیوو میتونه از اون استفاده کنه. از طرفی هم ممکنه اتلتیکویا تو باد این باخته بخوابن، باخته اینتر به میلان و اسیر اون فضای میگم چون دربی فضای خاصیه. یه موقع هست مثلا بارسا میاد رئالو حتی زمان ژاوی میبرد، یا میبردش 3 تا بهش میزد و اینا توی ال کلاسیکو. ولی خب مثلا توی بازی دیگه اونقدر اینطور توی ال کلاسیکو دقیقاً. ولی در صورتی که می‌بینی رئال داره تو اروپا همه رو سلاخی میکنه، میومد جلو بارسا هم میباخت. بنابراین میگم چون دربی و اون بازی‌های خاص یه چیز مهم‌تر، یه اتمسفر جدایی داره، این میتونه باعث گمراهی اتلتیکویا بشه، تو باد اون باخته بمونن. و از طرفی هم چون اینتری ها میگم اون تیم با اعتماد به نفسی که توی چمپیونز لیگ توی 3 سال اخیر 2 بار فینال چمپیونز بوده، اینجا میتونه در واقع دوباره برگرده و در واقع اون مار زخمی. ببین البته مثلا اتلتیکو هم امسال خب خیلی تیمش عوض شد، یعنی هم حالا دی پائولو که به عنوان یه بازیکن شاخصی که رفت میتونم نام ببرم و خیلیای دیگه، یعنی کامل خونه تکونی کرد. الان تازه داره تیم شکل میگیره و حالا به غیر از بازی با رئال که یکم عقب‌تر بود و اونو خیلی خوبم بردن، ولی خیلی امتیاز از دست میدادن. همین الان برداشون هنوز 1-2-1، یعنی آنچنان هنوز اون آمادگی سال قبل سیمونه رو نداره، ولی نتیجهشو میگیره سیمونه. یعنی دقیقاً به همون قضیه که گفتی بعد اشاره کنیم که با چنگ و دندون هم شده اون نتیجه رو میگیره. و فکر میکنم این بازی اولین بازی باشه که اولین بازی بزرگ کیوو باشه که با یه اختلاف میفهمیم زیادی ببر، یعن من فکر چه جوریه، باز باید ببینیم چی میشه. فکر میکنم مثلا بالای 2 گل اختلاف داشته باشه. فکر میکنم اینتر میبره. منم حس میکنم اینتر 1-0 حداقل بازیو ببر. باز حالا بستگی داره که چی پیش بیاد تو بازی، اخراج و این داستانا هم هست چون 2 تا تیم خشنن. به نظرم حتی از همه زیباتر، میتونم بگم زیباترین بازی این هفته چمپیونز لیگ بازی بارسا چلسی. خیلی بازی کلاسیکیه دیگه، همیشه به هم میخوره. البته چند سالی بود که خبری ازش نبود چون 2 تا تیم تقریبا افت کرده بودن، ولی جزو جذاب‌ترین بازی‌های کلاسیک اروپا دیگه بارسا چلسی. و از اون موقعی که من یادم میاد همیشه بازی‌ها نزدیک بوده، گل‌های دقیقه آخری داشته، اتفاقای حاشیه‌ای، دعوا، داوری، یعنی هر جوری شده. یکی از خاص‌ترین به قول تو کلاسیکه دیگه، یکی از نوستالژی‌ترین و خاص‌ترین بازی‌های چمپیونز لیگ بازی چلسی و بارسلوناست. و من بیشتر همیشه نه حالا چجوری اینو بگم، ولی حالا عکسش اگه ببینی این لباس بارسا که می‌بینیم تن رونالدینیوه و اون گلی که اگه یادتون باشه زد به چلسی، حرکت رقص پای عجیبی که یه جوری به دروازه نگاه نکرد، ضربه زد اصلا. پیتر چک فقط نگاه کرد. من بازی چلسی و بارسا 3 تا گل تو ذهنم میاد که 2 گلش برای بارساییاست و 1 گلش برای چلسی. 2-1 می‌بینی این نتیجه. میتونم بگم 4 تا گل. 2 تا گل بازیه. 2 تا گل بارسا، 2 تا گل چلسی. 2 تا گل بارسا همین گل رونالدینیو رقص پای، گل بعدی گل اینیستا که شوت دقیقه آخر و اون اتفاق عجیب ترین بازی که تو چمپیونز لیگ، یکی از عجیب ترین بود که دیده بودم اون بازی بود. 2 گل چلسی رو بخوام بگم، گل اسینو اگه یاداشی شوت خیلی عجیبی زد، همون بازی بود که اینیستا گل زد دقیقاً. آره زیرتاق بود و اون اتفاق افتاد و یه گل خیلی و همون بازی دقیقاً اینیستا زد. سوپر گلای تو یه دونم که شاید اون رامیرز یا تورس که گل زیبایی نبود ولی گل عجیبی بود که از روی کورنر زده حمله پشت خط وسط بود که اونو فرستادن دویی توپو گرفت و چیپ زد به والدز که همه چیز نوستالژیکه تو اون بازی. حتی تورس
خودش اون حرکتی که کرد اون گله تو ذهنمون مونده و خود والدز به عنوان دروازه‌بان نوستالژیک، دروازه‌بان عجیب که اصلا دیگه مثل والدز کلا نه تو بارسا نه کلا تو جهان فوتبال ندید. ولی خب مثلا بعدها که رفت خیلی اون گاردی که نسبت بهش داشتن کمتر، چون گلرهای بعدی هم اومدن آنچنان درخشان، مثلا ترشتگن فهم کردیم خیلی بهتر از والدز، ولی هرچی که گذشت دیدیم که واقعا والدز انگار گلر بهتری بود، فقط بازی با پشت بد بود و اینکه نسلی بودش که خیلی بهتر از خودش بود. بعد دفاعای خیلی خوبی جلوش بودن، مارکز و پویول و پیکه و خود میلیتو بود، داداش گابریل، ببخشید داداش دیگو، اینا بودن و این همه دفاع، کلا خط دفاع خیلی دنی آلوز رومانی که اونور آبیدال بود، حالا بعد همه واقعا دفاع خوبی داشت و اینکه انقدر خط حمله بارسا قوی بود اصلا توپ خیلی اون سمت نمی اومد توی اون دوره والدز. الان مثلا اگه دروازه‌بان بارسا بود احتمالاً خیلی اذیت. و این الان بازی چلسی بارسا امیدوارم که بازی رو دوباره ببینیم که مثل همین بازیایی که راجع بهش حرف زدیم شاید حالا اگه باشیم کلی سال دیگه دوباره راجع به این بازی صحبت کنیم که بگیم نوستالژی اون بازی بود که اون گلا رو داشت. البته اگه بازی حذفی بود که خیلی بهتر بود. حالا امیدوارم تو حذفی هم بهم بخورن. آره این بازی حال بده. از اون سمت هم میگم مثل همین گلی که شاید بگیم رونالدینیو زمون که تو بارسلونا داره بازی میکنه، یعنی لامین یامال یه حرکت خاصو بزنه. حیف که پالمر نیست، یعنی حالا به نفع پالمر مثل که مصدوم شده به خاطر اینکه انگوش کوچیکه پاش تو خونه خورده به یه میزی، مثل که به یه چیز جسم سختی برخورد کرده و مصدوم شد. از این مسئولیت عجیبی داره اضافه میشه به فوتبال. داغون‌تر لامین که اونم عجیبه مسئولیتش، اصلا یه چیزی هم هستش که همه جا پخش شده، یعنی اسپانیا الان 2-3 تا بازیکن توی لیگ اسپانیا درگیر همون مسئولیت. در واقع انگوش کوچیکه و یکی از اعضای بدن یامال استخوان شرمگاهی بهش میگن، استخوان شرمگاهی و استخوان انگوش کوچیکه. این دو بازیکن ستاره اصلی مسئولیت عجیبی داشتن که حالا یامال خوب شده ولی خب پالمر رو ندارن طرفدار چلسی تو این بازی و واقعا و شاید مثلا نقطه قوت بارسا برای این بازی لواندوفسکی باشه که آماده است. واقعا من فکر می‌کنم احتمال گل زدنش از همه بازیکن‌های بارسا بیشتر باشه، چون وقتی رو فرمه دیگه بازی رو از دست نمیده. امیدوارم یه بازی خیلی زیبا رو ببینیم، همونجوری که گفتیم بعد بازی کلاسیکه که تو زمین چلسیه. پس دوباره تو استنفورد بریج بازی فوق‌العاده رو من فکر می‌کنم ببینیم. پیش بینی مساوی بشه خودم، ولی نمیشه گفت بازم. آره من در کل خوب میگم، چون دقیقاً اینم شبیه دربیه، انگار یه فضاش، چون فضایی که نمیشه پیش بینیش هم کرد. من خودم پیش بینی ندارم واقعا برای این بازی، باید ببینیم بازی رو ببینیم چه جوریه و امیدوارم که و حالا مثلا بستگی داره به اون ضد حمله ها دیگه بیشتر، یعنی که چقدر ضد حمله بخوره بارسا و چقدر مهاجمای چلسی فرصت طلب باشن و همه اینا اثر خیلی دقیقاً. و امیدوارم که در کل هفته خیلی زیبایی و با این همه بازی خوبی که توی این هفته داریم داشته باشیم، هفته فوتبالی خوبی داشته باشیم و خیلی خیلی ممنونم از شما که با ما هستین. لطفاً شما هم دو تا همه کسایی که حالا توی برنامه تو جمع کن میان، تو جمع کن خیس، این ویدیوکست مال هواداراست، نه ما نگاه کارشناسی داریم، نه خیلی حالا قراره که بگیم سواد فوتبالی، قرار بحث فنی خاصی بشه، انگار که خیلی دوستانه داریم حرف میزنیم با هم دیگه. پس شما هم به عنوان هوادارایی که هستید و عاشقای فوتبالی که هستید برای ما خیلی دیلی کامنت بذارید، ما میخونیم و تو برنامه راجع به کامنت های شما حتما حرف میزنیم. ما رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید و از مجله فوتبال 19 شبکه ری فوتبال میتونید همچنان ما رو دنبال بکنید تو اینستاگرام و تو یوتیوب. خیلی ممنون، قربان شما. خیلی ممنون.